گاه شیطان یک تیر دو نشان میکنه. یعنی مثلا یک زنه که رقیه خانه رقیه خوانده ایستاده است، جین دارد، کسی سحر کرده است که از شوهرش جدا شود گفته. وقتی که میپرسد که کی تو رو فرستان، میگه که کنداش فرستان میگه. یعنی زنی دومی شوهرت میگه جین گپ میزنه. یعنی اینجا یک تیر دو نشان میکنه. یعنی که مقصدش ویش طلاق تیاده قله، مهم طلاق شود. وای سحرگر رفته، سحرگر برفتگی کافر نکاحش بریده میشد، یا اینکه کافر که من زندگی نمیکنم گود و دلش که شاید شوهرش طلاق دید. یعنی در اینجا شاید زکاسچیک دیگر کس است. یعنی ما به شیطان باور نمیکنیم، رقیه‌چی ها به شیطان باور نکنید، اونا دروغچی هستن. صدقه که و هو کذوب، راست گفته لیکن دروغچی گفتن. لیکن ما پیامبر صلی الله علیه و آله به واسطه وحی فهمیدن که همین دفعه شیطان راست گفت. لیکن ما از کجا میفهمیم؟ صدقه که و هو کذوب، راست گفته است لیکن صفتی وای دروغچیگی است. اون همین خیال میکند که گویا شما گمونی بد کنید از همون یار و دوستتون یا نزدیکتون، خویشتون، خاصتون، تا اینکه فکر کنید که ها سحر همین کردگی ممکن است، تا اینکه علاقه خویش و تباری هم کنده شود. برای همین یعنی با این وهم و گمان ها و وسوسه های شیطان ما نمیتونیم یک کس گناهکار کنیم، چون خاصتا سحر چیزی مخفی است. برای همین توکل به الله تعالی کنید.